سلام علیکم دوستان عزیز، باز هم سید جعفر حسینی خدمت شما هستم با آموزش نحو دانلود ویدیو از فیسبوک بدون نیاز به ویدیو دانلود منیجر. خب دوستان عزیز، صفحه بروزر خود را باز میکنیم که البته از ما فعلا موزیلا فایرفاکس هستش و این صفحه عمومی فیسبوک ما است که ما از اینجا چند تا ویدیو را قبلا شیر کردیم که اینجا است. اگر این ویدیو رو ما پلی بکنم خب مستقیما پلی میشه و نمیتونم دانلودش بکنم. طریقه دانلود این ویدیو که میره چطوری بدون نیاز به دانلود منیجر بتونم با فایرفاکس دانلود بکنم. خب در قسمت ادرس بار که هستش باید ما اینجا هست www.facebook.com. ما www رو پاک میکنیم و جایش یک ام تایپ میکنیم. زمان که اگه ام تایپ کنیم انتر رو میزنیم که صفحه ما تبدیل شد به ام فیسبوک. پای صفحه ما از دوباره که آمده و شکل فیسبوک کاملا تغییر کرد. ما فعلا وارد ام فیسبوک شدیم و این کلیپ ها رو بازم اینجا داریم. برای یک از کلیپ ها که کلیک بکنم کلیپ ها برای ما در یک صفحه جدید لود خواهد شد که یک کم زمان بر است. خب صفحه دانلود آمد، مستقیما با فول اسکرین برای ما ویدیو پلی میشه با هر کیفیتی که باشه. و زمانی که ویدیو پلی شد ما از اینجا راست کلیکش میکنیم، میگیم سیف ویدیو اس. زمانی که سیف ویدیو اس رو بزنیم خب اینجا از ما آدرس میخواد که در کجا میخواین سیفش بکنین. بعد اینجا با هر نامی که خواسته باشم سیف میکنم و ویدیو شروع میکنم. برای ما ویدیو به دانلود. یه قسمت دانلود شروع شد به دانلود و 2 MB سایزش هست و 40 ثانیه 30 ثانیه دیگه برای ما چی میشه؟ دانلود میشه. خب دوستان عزیزی بود آموزش نحو دانلود ویدیو از فیسبوک بدون نیاز به دانلود منیجر. موفق و سرشار از انرژی باشید. خداحافظ.